سلامی به گرمی اتو، به نرمی پتو و به شیرینی لبو. شرمنده اخلاقتم. با اجازه روغن ماشین تو خالی کردم، به جاش خون جیگرمو ریختم تا هر وقت که اصرار زدی به عشقت بسوزم. دلم واسهتون پاره پوره شده بود، دادم دوختنش، دیدم تنگ شده براتون. منم بهت بگم که با اجازه بس های دکتر برم سر بس، قربونت برم. آوردن که نادرشاه افشار عزم تسخیر کشوری رو داشت. در راه کودکی رو دید که به مکتب میرفت. از او پرسید چی میخونی؟ پسر گفت آیه انا فتحنا. نادر خوشحال شد و فال پیروزی رو داد. پس یه سکه زر به پسر داد، اما پسر از گرفتنش امتناع کرد. نادر گفت چرا نمیگیری؟ پسر گفت مادرم منو میزنه و میگه از کجا آوردی؟ نادر گفت بهش بگو که شاه نادر به من داده. پسر گفت مادرم باور نمیکنه، میگه نادرشاه سخاوتمنده، اگه میخواست سکه بده یه سکه نمیداد، زیاد میداد و تو رو پیاده راهی نمیکرد. حرف تو دل نادرشاه نشست و یه کیسه زر ریخت تو دامن پسر و یه اسبی هم بهش داد. زمانی که نادر قصه رو برای وزیرش تعریف کرد، وزیر دانا گفت این بچه صادق لاریجانی بوده و خرت کرده و سر تو کلاه گذاشته. زدی به جدول بدجور. ولی خب فهمیدم که میخواستی بگی که این صادق ریزه خیلی هفت خطه. از یه طرف از دلارامام اونوری تر جسم میگیره و میگه که در مورد رئیس جمهور جدید آمریکا نباید زود قضاوت کرد. از این و مارمولک حکم دستگیری حسین فریدون و بچه ابتکار و اینا رو همینجوری صادر میکنه میره. آیه دکتر، سال بسیجی و امت همیشه در صحنه هم همینه که وقتی یه پایه نظام که حاجی رفسنجانی باشه و پر باقی مانده باید هوای همو داشته باشن تا نظام فرو نریزه. آیا الان که شیخ فری یتیم شده مقام عظما دست محبت به سر گوشش میکشه؟ مقام عظما همیشه دست محبت میزنه تو سرش. کوه محبت میده بهش. مرحوم بابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که برای نشون دادن علاقم به تو 3 تا کوه میسازم. اولی کوه وفا، دومی کوه محبت، سومی هم یه کوهی از همه بلندتر که اگه چپ افتادیم از اون بالا پرتت کنم پایین. آیا دکتر کوه وفا و محبت رو که ندیدیم، ولی کوه سومیه خوب پیداست. آها، داری اینطوری میری تو بحث انتخابات. بله تا اواخر اردیبهشت که موقع انتخاباته بدبختی مایه. چه دل خوشی داری تو، چه خوش خیالی. تا اواخر اردیبهشت بدبختیم، از اواخر اردیبهشت بدبخت‌تریم. عظما یا باید شیخ فری یتیم شده رو بذاره با دست شورای نگهبان، نه با تیپای شورای نگهبان حذف کنه که خب هر مشنگی میفهمه خطریه، یا باید دستش نزنه بره برای اتاق تجمیع و رأی و رأی‌سازی و از این حرفا که بازم هر مشنگی میفهمه که اینم خیلی خطریه. آره مشنگا رو بیخیال، شما بس یه راهی جلو پای ایشون بذاره. از این چیزا گذشته قربونتم، راه حل بدمم دیگه نمیتونن اجرا بکنن. کی اجرا بکنه؟ مرحوم بابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که فیله داشت از جنگل در میرفت بدو. گفتن چی شده؟ گفت هیچی، رئیس جنگل خط داده، دستور داده کفتارا رو گردن بزنن. گفتن تو چرا در میری؟ گفت آخه الاغ شده مأمور اجرا. روشن شد یا همچی بزنم که تو هم دنبال فیله در بری. آیه دکتر، این داستان برجام بعد از حاجی رفسنجانی بالاخره تمام کش میشه یا جون میگیره؟ چون حاجی روحانی گفته اونایی که نتایج برجامو نمیبینن برن عینک بزنن. اون طرفی هم گفتن یعنی نتیجه نداشته یا نتیجهش اینقدر ریزه میزه بوده که باید با چشم مسلح نگاش کنی. من وارد این بحثای کشکی نمیشم که خوزاش خیلی خطری میشه. با یک نقل قول از مرحوم ابوی جواب تو راجع به زنده موندن و نموندن برجام میدم. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که طرف خیلی ناراحت و به هم ریخته و این چیزا خلاصه گوشه کلیسا وایساده بود. کشیش رفت ازش پرسید چی شده فرزندم؟ طرف گفت دیشب داشتم مرده. کشیش گفت خب قبل از مرگش چیزی هم بهت گفت که به یادت مونده باشه؟ گفت آره. گفت نامرد تفنگو بنداز زمین. روشن شد یا همچه بذارم که تو هم بری گوشه کلیسا اعتراف کنی. از بحث‌های داخلی یک گریزم به سوریه میزنم. نظام این همه هزینه کرد، فک سپاه و بسیج و نیروی قدس اینا پیاده شد، ولی آخرش توف هم کف دستمون نیومد.
شما که استراتژیست نظام هستی چرا از اول گذاشتین عظما تو این باطلاق بیفته و بلا نسبت مثل چی گیر کنه تو گل؟ سب کن بینم سوریه که از اولش اینطوری نبود که اگه درست پیش میرفت همونجوری که عظما میخواست میشد استراتژی طلبکار و ماشی. یعنی چی آقای دکتر؟ مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن با خود قرض میکردم. بله میفرمودن یارو که خیلی قرض بالا آورده بود رفت یک ماشین مدل بالای شیک تمیز نو خرید. بهش گفتن که آخه مرد حسابی با این وضعیتی که تو داری چه وقت ماشین مدل بالا خریدن بود. طرف گفت اتفاقا ماشین رو خریدم تا بتونم سریعتر از دست طلبکارا فرار کنم. قرار بود سوریه ماشین عظما باشه که از بحرانهای دیگهش در بره، ولی ماشینه به جایی که فراریش بده خودشو زیر گرفت. بدبخت بیچاره. خندم نداره، روشنم نمیخواد بشی، فقط سربسته گفته باشم که دوره و زمونه بالکل عوض شده. آره ولی آقای دکتر به هر حال شاید بشه خیلی از دست رفته های قبلی رو برگردوند. داستانی رو از مرحوم ابوی شما نقل میکنن که روزی یک خانم ثروتمند روی عرشه کشتی در سواحل مکزیک به دریا نگاه میکرد. یه دفعه انگشتر الماسش سر خورد و افتاد تو آب. این خانم با تلخکامی سفر رو تموم کرد. دست برقضا 15 سال بعد وقتی که به همون شهر ساحلی برگشت در یک رستوران کنار همون ساحل سفارش خوراک ماهی داد. وقتی داشت ماهی رو میخورد یه جسم سخت و سفت زیر دندونش حس کرد. درش دید استخون کله ماهیه. منم از اولش فکر کردم انگشترش پیدا شده ولی پیدا نشد که نشد. ببخشید وقتتون رو گرفتم، حلالم کنین آیه دکتر. ماست بخوری الهی استخون ماهی تو اون گلود گیر کنه که دیگه این داستانای کشکی واسه ما تعریف نکنی. ما رو بگو با کی داریم بحث استراتژیکی میکنیم اینجا. من که معذرت خواستم آیه دکتر. معذرت خواستم، خسته نباشی. بیرانگان عزیز تای بحث رو خودم میبندم که بیشتر از این ضایع نکنه. دور و زمونه بد جوری عوض شده. به خود عضو هم گفتم که این دور و زمونه جدید که وارد شدی پیاز نیست که لایه لایه باشه، حتی لیمو شیرین هم نیست که زود تلخ بشه. چشم هم بزنی میبینی که یک بادمجون بزرگه که پای چشت کاشته میشه. آقای دکتر بادمجون که خود به خود کاشته نمیشه. شما خوب بحث استراتژیک رو پیش میبری ولی خوب نتیجه نمیگیری یا نمیگی کی این بادمجون رو پای چشم ایشون میکاره. ناکس وقتی که ابر استراتژیستی بحث میبنده دیگه استراتژیست نوپای ناشی نباید بره این کارو بکنه. جوجه های استراتژیست باید برن تو لونه‌شو بگیرن. آقای دکتر